بیننده ها، امروز ما در طرفخانه همدم بابا در روز خرسندی در توی نکاحی امروز داماد و عروس و البته می‌خواستیم مادر شاهنشاه زرشید جان را تبریک بگوییم. امروز لحظه های خرسندی است. زرشید جان همراهی نادر بانو عقد نکاح بسته ایستاده و امروز مادر عزیز دلربا بایتی را از نام مهرالایتی تبریک می‌گوییم. این لحظه ها را همراهی شما با هم می‌بینیم. با ما باشید. با شبکه شهرنام رفتیم. Aziz mehmonlar, mezmonlar, yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Bugungi bazm Jamshid oqshomimiz davom etayotgan. Sizlarni kutilmagan holda, hurmat ehtirom bilan bugun mana shu ajoyib koshonamizning, bugun mana shu xonadonning asl quvonchiga sherik bo'lib kelgan Shahnoz studiya tabriklaymiz guruhi tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Bitta chiroyli qarsaklar, chiroyli kuy sadosi bilan tabriklaymiz guruhini, davramizga chorlab qolamiz. Marhamat. Shahnoz studiyasini taklif qilamiz. Marhamat aziz do'stlar. Yatta qarsak zebo shavad, do'ston, yatta tayona qarsak. آغاز همه سخن سلام است، زیرا که سلام نیز احترام است. السلام علیکم مردم بالا دیده، مردم مهنت و مهمان دوست، مردم زیبای میرانپور عظیم، همه شما را با این طرفخانه زیبا و طرفخانه همدم بابا با امروزه توی نکاحی زرشید جان و نادر بانو خیر وقت میگوییم. برای ما صاحب جشن از داماد و عروس هم دیده خوشبخت‌ترین انسان، هم پدر و هم مادر امروزه شاهنشاه ما. البته دیگر روایتی لازم هستند. برایشان یک قرصک بزنیم، بعد از ما تکلیف میکنیم. مرحبا مادر عزیز، مرحبا شما رو به صحنه تکلیف میکنیم. روز تولد را امروزه توی و تنتنه را روز بهترین را برایتان مبارکباد میگویم. امروز شما را از نام خواهر راهدورتان، از نام هلالایتی، از نام خانواده‌شان سنجرکه، از نام سردار جان جیان نازنینتان تبریک میگویم. گفتم سر اول خدا رحمت کند پدر شاهنشاه را، پادشاه عزیزمان را. بعد از گذشتن پادشاه خواهر من، آیتی من خودشان را با اراده داشتند، هم پدر و هم مادرش و فرزندان را خواندند، صاحب کسب کردند، صاحب بخت کردند. خدا را شکر یگان مراتب من نشنیدم که بکاجان من هلاک شدم گفتگی سخنشان را نشنیدم. مسافری با میگردیم، همراه ما هم صحبت هستند. هر بار آن غبارهای دل مرا از من بیرون میکنند. مصلحتچی من، دوگانه من، سرگویکی من، در خاندان فرزند پدر من امروز با خاندانشان عروس نازنین آماده ایستاده است. خدا کند که گل عروس نازنین به پای قدم بیاید و همراهش بردباری، سعادتمندی، نیکی‌های زندگی را بیارد. برای خواهر نازنین من یک دخترک نازنین شده و خاندان در آید و همیشه در خدمتشان باشد. برای امروز فرزندان عزیزتان، برای زرشید جان، نادر بانو بخت و سعادتمندی، نیکروزی های زندگی را آرزومندیم، تمنا داریم. خوشبخت باشند و سعادتمند باشند. امروز روز خرسندی است. میخواستیم از نام خواهر راهدورتان هلالایتی برایتان رسانیم. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیدار گسل، صبحی است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. امروز هلالایتی نیت‌های نیک را برای شما روانه کردند و میگویند خدا کند که سال آینده در خاندان خواهر من گوهر بندان شود. و امروز عذر میپرسم یادش رفته ایستاده نتانستم. من باید که در یانش در نزدش آمده ایستم و در روز خرسندیش در خدمت باشم، لیکن صد افسوس مسافری بوده است، امکانش را یافته نتانستم. خدا کند که مانند امروز همیشه شکوفان شده گردد از پشتی فرزند عزیزش زرشید جان و همه آرزوهایش خداوند کریم رساند. برای امروزه داماد و عروس بخت و سعادتمندی را آرزو میکنیم. زرشید جان توی ها مبارک باشد.
همراهی عروس انتخاب کردهتان خوشبخت و سعادتمند باشید. برایتان تمام پیروزی‌های زندگی را آرزومندیم. میگوییم بخواهم آسمان مانم پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. برایتان فقط پیروزی‌های زندگی را آرزومندیم. البته شما برای خاندان، برای خواهر نازنینتان گل سبک خاندان هستید، مصلحتچی هستید. برای هستیتان شکرانه میگویم و در این توی نکاحی فرزند از نام هلال آیدی یک دسته گل زیبا داریم، میخواهیم تقدیمتان کنیم. امروز لحظه های خرسندی مبارک باشد و البته با خرسک ها برای امروز سرشید جان و نادر بانو در همین تلویزیون را تقدیم میکنیم. از نام خالجان عزیزشان هلال آیدی مرحمت پیشکش داماد میکنیم. مبارک. مادرجان عزیز، دلبر خاله، امروز روز خرسندی است. این چندم نبیره کلی سیوم است و پای قدم بیاید. این قدم های شما نجان ها را زیر کرده گردند و مانند شما پیری به دولت شوند، صاحب یکچند فرزند و نبیره و عبیره ها شوند و سال آینده در سر گوهره عبیره نشسته الله های ناز را خواندن برای شما نصیب کند. امروز از نام هلال آیدی شما را تبریک میگویم. باز با نبیره کلی میگویند دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم خون شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. مادران عزیز و همیشه در روزهای خرسندی در توی و تنتنه ها دیده و دیده رسیدن نصیب کنند. میخواستیم امروز صاحب جشن را تبریک گوید. مرحبا. السلام علیکم مهمان عزیز و محترم. الهی گزارش جفت نادر بانو خوشا پیر شوند، سر فرزند شوند. الهی خونی کنن، بازی کنن، وقت دولت یار شود، دختر پسراشون بسیار شود. الهی الله مهربان بخوام که به فرزندکام نبر یکم هم یکاشون عالی معلومالی شوند، پیش قدمی مردم شوند. الله مهربانم همه وقت صحت سلامت باشن. اپیش تمی بچه باش همه دخترمم آرزو حواسکای بسیار بینه. الهی بیدر شوه بیغم شوه. الله مهربانم همه فرزندکام صحت سلامت باشن. الهی دولتکامون تین شوه، پاشامون عادل شوه. الله مهربانم ارزانی شوه، امانی شوه. همه وقت همه خیل دوره ها با پوری مامور بشته، همه خیل روزای نقص بشته گردن. الهی مسافر ده بدگه فرزندکا کوپا فرزندکا شول خدا نگاه دارد و فرزندکای منم از پشت پناهش نگاه دارد. الهی همه وقت صحت سلامت باشه. الهی توی مبارک شود. هزار رحمت تشکر میگویم و البته وقت و عمر که از همه گنجینه بی‌بهاترین است. و همه شما تشکر میگویم که از همان وقتی خود را دریغ نداشته برای تبریک کردن امروز صاحب تویان آمدید. ما باشد میخواستیم داماد و عروس را به نزد مادر نزدیکتر بیایند و این لحظه ها را به تاریخ مهر سازیم. بعد از آن باشد نوبت را باز به اهل هنر دهیم. مرحمت به نزد پدر مادر نزدیکتر میستیم. زرشید جان نادر بانو این لحظه ها را میخواستیم به تاریخ مهر سازیم. زرشید جان نادر بانو خوشی‌های زندگی نبیره‌های شیرین را برای شما تحفه سازد. تشکر می‌گویم در خدمت شما جامعه تبریکاتی شهرام بودن. هزار رحمت در روزهای بهترین زندگی دیده و دیدار رسیدن نصیب کنند. تایها مبارک باشد. تشکر. سلامت باشد.
را با امروزه روز خرسندی با توی نکاحی فرزندشان زرشید جان و نادره بانو تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. اما باشید با شبکه شهرام سلامت باشید.